دوستان، خب تصمیم گرفتیم که فعل to be را یک کم شرح دهیم. خب فعل های to be اینها می باشد که am, is, are با جانشین های استفاده کرده می شود و 90% کاربردی همین فعل های to be در آن است که من درباره خودم یا درباره شما، درباره یکم اشیا یا که درباره آنها صحبت کنم، یکم چیز نقل کنم یا اینکه سوال دهم. خب جانشین های ما هم که اینها می باشد I، من، تو، او، وی، آنها، ما، آنها. مثال I من، you تو، شما. در زبان انگلیسی مثلا یا یک آدم را یا چند آدم را از جانشین you استفاده میکنند که مثلا فرق دارن. مثلا ما در خودمان مثلا یک آدمی خرد را مثلا تو میگیم، مثلا در زبان انگلیسی آدمی خردم باشد you گفته استفاده میکنند. he او پسر، he او پسر یا اینکه مرد یا که جوان، جانشینی he. شخص سوم she وی، وی دختر، وی زن، وی جوان دختر. it آن مکان یا اینکه آن اشیا، حیوان. it برای همینا استفاده کرده می شود، یگان مکان، اشیا، حیوان و غیره. we ما، we ما و they آنها. خب اینها جانشین های ما می باشد و بیاید ببینیم که مثلا از to be را ما در کجا و برای کی استفاده میکنیم. is، am، are. و اینجا من یک مثال آوردم. مثال I am من هستم. من اینجا سه نقطه گذاشتم که مثلا میتونیم که دوام بدهیم زیاد. مثال I am a student، I am a teacher و غیره ها. you are، you are تو هستی یا اینکه شما هستید، شکل جمع. he is او هست، he is او هست. she is وی هست، وی دختر هست. he is او هست یعنی وی پسر هست. it is آن هست، یگام اشیا یا اینکه یگام حیوان. we are ما هستیم. they آنها هستند. خب to be مثلا یک short form دارن، یعنی که شکلی کوتاه دارن که اکثر آدم ها، یعنی همون دولت انگلیس و کلامی که زندگی میکنن، همه ها از شورت فرمز زیادتر استفاده میکنن. یعنی که زیادتر نه، اکثرا از شورت فرم استفاده میکنن که خیلی هم خوب و با گوش یعنی طولانی میشود. اگر ما I am a student یا که I am a boy، I am a boy، I am a boy مثلا بیا تلفظش هم ببینیم. I am من هستم. your تو هستی، شما هستید. he is نمیگند و his او هست. she's وی هست، وی دختر هست. it's آن هست. where ما هستیم. there آنها هستند. خب ما یک درسی کوتاه کردیم. برای مثال ما گفتیم که برای مشخص کردن اخوان یا که درباره ما صحبت کردن، درباره شما صحبت کردن، از همین فعل‌های to be استفاده میکنیم. خب یه برای مثال ببینیم با فهم‌تر بشود. I am a student. مثال من استودنت میباشم. مثلا من با شما از باره خود نقل کردم که من استودنت میباشم. I am a student. You are a student. He is a student. او دانشجو است. اگر ما مثلا شما را در نظر می‌داشتیم you are students، ارا میگفتیم. she is a student. why دانشجو است. it is a book، این کتاب است. we are students. هنگامی که we مثلا ما هستیم یعنی شکل جمع باشد و در شکل جمع ما حرف اس رو دوباره میکنیم. there are students. خب همین خیلی از short form بگیم. I'm a student. You are a student. He is a student. She is a student. It is a book. It's a book. We're students.
their students. آنها دانشجو هستند. خب ما فهمیدیم که جانشین I یعنی من از فعل to be am استفاده میکند و he, she, it او پسر یا اینکه دختر she, it یا این یکم اشیا از فعل to be is you, we, they از فعل to be are. ما مثلا am تنها برای من استفاده کرده می شود، یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم که اینها را جاشون را علیش کنیم، مثلا بگیم I is یا که he are، هیچ وقت نمیتونیم استفاده کنیم. خب این بود همین یک کمتر شرح دادن درباره فعل‌های to be و یک درس دیگر میکنیم برای مثال میاریم، چند خیلی با هم دیگر مینویسیم، یعنی به طرز همچون آنلاین و بعدا باز منفیش یعنی مثبتش منفیش رو برای شما پیشکش میکنیم، یعنی که I am not و بعدا سوالیش رو am I a student یا آیا من student هستم و همین که. خب این بود درس ما. اگر معقول شده باشد یا اینکه یک بار باشه در کانال باشد حتما پادپیساس کنیم، خیلی هم میندار باشیم. با سربلند موفق، خدا نگهدار.